دل دارم دل دیوانه دارم جو به نرنجی گل گم کردیم میان ما و تو یری بودک میان ما و تو یری بودک گواه گوشنه ایم به خیالم شما از ما گوشنه تره بخوره برای ما شما سلطه هم بیاریم نوش جان کنه لگه ها چه کار میکنی؟ بیا مدن گواه خود جمع کنم ها گواه خود جمع کنم چه تعلق میمیزی پیشی؟ شتا بندازم چه خواره میزنی؟ یه چی خاطره؟ میگو ها تو دیگه از یوت بخیر برو برکا خود جمع کن خوبه؟ کدو برکا که یک برگا که اون برکه به خونه خواه اون جمع کن چره گواه ازمانی که جمع کنم گوه دیگه دست شما خطا کن دست کی؟ دست تو مادر تو چره؟ خلاص شد دیگه گوه از من شد گپ مفت نزه بارا گواه از مانه به پیار مانه برو دیگه برو پیار مانه خود برو بانکا تو شو تا نبودی تو شو تو خواه بیدی خب خیلی بودم چه کار شد؟ 2 ساعت هم مادر و پیار خود مادر تو جلب هستیش که چره؟ با خاطر می گواه پیار به تو گوه به ما داد گوسفنده به تو داد پیار من گوار بداده به تو گوسپند یک که به من داده ما مادر می یک گوسپندی تو مادر تو گو خواه؟ به خدا میرم با بابا میگن که پست طول کنه بابا بگو عباس میته گفته برو آنه سیکو میرم یا نمیرم بده گو سفید البق از منه برو که تو علفی بزنم برو دیگه نه برو پیش گوسفند خو علف بنداز برو این دیگه از من شد این گو دیگه دست تو خطا کن بابا بابا اینجا جخ کش بابا کجایم بابا؟ خونه با خدا میرم با ماما خو میگم ماما این برار منه برارندر منه پیار من گوار بس کرده گوار بس کرده بابا ما گفتک برو گواکا خود جمع کن گواکا خود جمع کو بده برو دیگه بابا چی کلونی و منو به تو میده دیگه پیش گواه هم نه خوبه بله یا نه یا برو بابا بابا بویانال جخ کش دیشه تو اگه میبیدیم از معامله خبر میشدیم این گواکا دیگه از مشتنا غاله که دیگه به خود جمع میکنم برارندن من توقع سیکو تا وقتی که پیانو بوتونید شما رو جمع کرد دیگه حق چه حق بود بده به شما حق ما رو بده به شما بده این هم حق ما رو مدر مونه من اینا رو بخوریم باشه اینجا خود شما شما چه که من بیارم بابا بله بابا برفتم من علفال ببردم پیش گوا خب عباس بیامده برات من اینجا مای بزنم و تا گوش میگه دیشب تو خوب بیدی پیار ما بخش کردن گوار خوب 2 تا گوا بدادم گوا شیری بدادم به ما و مادرم گوسپند که 1 سر نیم گوشت نداره اول بدادم به تو گله خب راست میگه عمر خود شما زحمت کشیدم شما پیار منیم هستون چرا نیم
خب عباس هم که بچه شمانه من بچه شمانه. خب بچه خودتره دیگه. تو کلون شدی نام خدا. تو بکی به تو زحمت کشون. همون گسپند حقتون مادرتونه. این دوتا گه از عباسه. من میتو تقسیم کردم. خوش باشن نمیچیده. برم خونه خوشیش تانون بخوری. خب بابا که بچه اول شما منم با او که مادر از چند سال پیش استانده. 20 سال میشه مادر از بستانه. مادر من که 50 سال میشه استانده. خب چکار کنم؟ کم زحمت کشیدم برای شما. دیگه هم زحمت کشون. خب نه گوه خو از ما لو کشیدی که از خونه نبیده. از هر دو مادر من نبیده. از شما نبیده. از عباس نبیده. از من نبیده. میگو من فکر کردم. دو تا گوه از عباس همون گسپند از تو مادر تو. بسم الله الله اکبر. من تقسیم کردم. اختیار خود داری. انال می به خوب پیدا کن، می کار کن، می نکن. بچه جان دیگه بیشتر نمیتون زحمت با تو بکشم. تو به کی دیگه نام خود جوان شدی حالا دیگه. اینه. من شما نمایم. نمی. نه. نمی. نه. نماسته بود. من شما نمایم. شما پیار بنی. مردم کوچه پیار بنا. وخ گپ کن وخی. خدا مردم کوچه. بریم مردم کوچه بگو بیای شما پیار بشی. بارا هر کار می بکو که من کوخ تقسیم کردم. من از عقل خود کار گرفتم. بریم مادر خود بدو معلوش میکنه بده کن. چیکار میکنی؟ بده بابا تکه بدو که بابا تاته کار بده. خب. مادر مال کی نمایه. بخشش باشه. وای. آجا رختان نمیه کمشو نمیم عباس نگره. برای کمشو عباسی زن کنیم. کمشو من زن کنیم. اما مثل تاکلم پخاره. میگم تو وقتی که عباس نبود همه تو رخت نو کش نو همه حساب کتاب هم عباس چی نکیه؟ براتون کار کردم زحمت کشیدم و تو باش کم تو کردم. عباس چند سالی مال 18 19 شده و حال کلون شده. خود دیگه مثلا 10 سال میشه کلون شده. خیلی نمیلی بو وقتی گپ کن خیلی نمیلی بگم که خیلی نمیلی پیانمه. وقت برو بده با خدای سلت برو که من برم تا سرس میزنم دیگه برو دیگه فهمیدی؟ اول جای که میرم میزنم یا نمیزنم تو دست خوجونه بازی تو به کی به تو زحمت کشون سال بام 12 و تو زحمت میکش هنوزم باید دعوا دیگه که من گوی بده نگاه چیه که تو میای خودت اینجا خودت مادر تو میگیری اینجا یکان پیار من میگیری تو مادر تو چه تیزی میکنی تو بدن من تاگوش تو چه کاره به تو میگم چرا من پیار من میگه که بدادم اینا بزینا دادم و من چی پیار به خود داده پیار تو خودت داده چرا مادر تو خود بیا من اینجا خود مندازن مگاس من دوخ میکنه ایدون بای برو گپ مفت نازه دیشه تو خوب بیدی خوب بودم من برو گیره جنجال نکن دو تا گاو از من شد دیگه برو تو صبر کن من پیار خود نمایم دیگه تو هم که اصلا برابر یک بزغالی نمایم و ترمایم من کلایا نمایم من لمسته بشی فهمیدی؟ برو گیره تو بشونی برو بشخونی تو بشخونی خب کاری شد دو تا گاو بدد به من اون گوسفند چیچیلک بده به تو من میرم قرار که دیگه میفهمی من میرم میگم مادر خود برمیدارم میریم قرار که دیگه ما بخون میریم به هر جا بریم میریم هر جا میری برو فهمیدی؟ رنگ تو نبینم رنگ تو رو من ببینم از تو مادر تو برو گوسفند تو هم میکشم خواه برو دیگه پیار خون مردی بیاره تی شد دیشه تو خوبه دو تا گاو بدد به من تو هم دو تا گاو میارزی کاکا گیلک خیریته کاکا کاکا چی میگی بگو شما خودم پیار ما گپ بزنید سعی کنید با پیار ما بگرفته کاکا همه دو تا گوه شیریر بداده و عباس داده مادر یا
اما گوسپند یک گوسپند داریم. او گوسپند بداده با ما و مادرمه. من بودم بزرگ میگم بابا چرا این کار میکنیم؟ میگه بابا جون من چون تو جمع کردم و فلان و به آمدن مرسل لد که بیا بودم عباس هم مر ماست بزنه. گوار بداده دیشب میگه تو خواه بیدی من کلک بکندم بگفتم که این گواه زن خوردمه بچی خوردمه این گوسپند از تو مادر تو. یک زنگ بزنی چرا تو میکنی پیرمه؟ خب کاکا جو تو که بیامیدی به پیش من که ای گپا خور میگی که خوب گپی میگی مونتا من بم زنگم بزنم به برار خب بگم میگه تو بم کارمه چی کردی؟ خرج و خونه و زندگی تو همه سیوا تو با کارمه چی کردی؟ اختیار خوردانم زنکا منه بچه ها منه هر کاری که میکنم خدای ما بکنه امر به یکی تقسیم کنم ببخشم خدای ما بکنم به هیچ کدوم ندم اونا میگه با کارمه چی کرده؟ برا بیا از وی برار ما میفهم که ایشتا آدم تون خویه حالا که هم برار کاکای مسه که من به تو چی میگم تو مادر خود بشونه خود مادر خود بشینیم پیر خود بشون مادر اندر خود بشون فیصله کنیم هرچی که پیر تو به فیصله هر گپی که برسه حق اینه اونا زحمت کشیده به هر کدوم شما که میبخشه به سر حیات میفلن اختیار خورداره مال اینه زندگی اینه نه تو میتونی جنجال کنی که به من کم دادی نه هم عباس میتونه جنجال کنه نه هم من میتونم جنجال کنم که چرا بزی یک بچه شما یک زنگ بزنه بگی هم بچه تو نکو این هر روز اولی بچه تو میدک او بچه تو کنه بودک خب من زنگ زنم میگه به تو چی؟ تو به می کارا کی آورده؟ خب تو نمیشناسی پیر خور شما کاکا سردل خیلی داره اصلا سردل تو داری کاکایمه اگه با تو اشیاری میفهم یک زنگ میزنه میگو تگاه میدم یکی خب بیا یک تو که من زنگ زنم بیا نه ما حالا چی زنگ دنه دیگه خب صحیحه هیچی برو من زنگ میزنم برو من با برای خود زنگ میزنم میگم منتا به حرف من نمیکنه گیلک تو برو بازم با ماما خوب بگو که ماما تو چی میگه هم ماما تو همه میگه پامر میگه بریم از شونه به او خب پیدا کنین تا به بعد این پیر کو زنده نیه که به شما بده تو خوال جوان شدی گردن تو یک بغل بیا میدی که ماما به من کاکا به من پیر می هیچی نمیده کجا بده ماما گولمه شتری ماما نشی بیا که تو پیاله چای هم برسه شتری گیله بابا ماما تراسی کجا بده ماما بیا مالا ماما پیر ممار نیم کلاخ که شته نیم کلاخ که پیر من گوار بداد به زن خورد و خوب بودر عباس داد یک گوسپندی که یک نیم گوشته داره اون بداده به من و مادرمه دوباره بگو چه کار کرد؟ پیر من گوار شیری خب هر دو گوار شیری بداده به زن خورد و خوب و بچی خورد و خوب خب عباس با ما و مادر به یک گوسپندی داده که امکان داره 200 کیلو گوشت داشته باشه دومات من یعنی که میگه دو تا گاو بده به زن خورد خوب به چی خوب کو پیاله من آنی پیاله تو نه گوسفند بده برای تو داده یک گوسفند بابا و مادرمه اشتباه کرده کی اشتباه کرده دومات من ای کار کرده پیرمه ها دیگه همه زن نمیفهمن که تو به چی کلون ازونی بابا تو یه سر زیر گپا واره میشه چون اونا خیلی مایه ماما جو اونا خیلی مایه زن خود دیگه بی از دیگه مستنیه خدا تو باشه که من زنگ زنم و بخواه خو بخواه خوب بندنیمه بگیم پریشون نشه لک برسیده بقله چود نده تو حال مزن بگیم برسیده بقله ما خوبه حالو داده خوبی بخیری چه راستی بگیم برسیده بقله ما به خیر خیریت بگیم برسیده چوب کتو میگو بی گیلک چی میگه نمیفهم بیامد اینجا میگه که مور بی اخ کشیده پیر ما میگه که دو تا گوه
مثلا بده به زن خورده خب بچه خب عباس داده ماما. گوسفند در بده برای ماما. مو مادر داده ماما گوشادلمه نداریم. آه راست میگه اشتباه کرده کی؟ امیر زن نمیفهمه که شما زندگی رو جمع کردیم برای زندگی تیار کردیم زن خورده خود محسنی او زن خورده محسنی شده شما پسست شده اشتباه کرده کی پیار من یا مادر من؟ اول دیوم نباید بخش کنه باز که بخش میکنه مگه سم نسبه کنه 2 تا گاو بده زن خود گوسفند برای شما داده عجب والله ها؟ باشه ما میام خودم گپ میزنم خود اومد خوب باشه خداحافظ گله که اینجا پیش منه بگم برسیده به نگران نشی خیر خیریت برسیده. اینجا برای گلاس چای برای بره بدون آدرس ترافیکی بگم برسیده. باشه خداحافظ خب گله ما به حساب دومات خود میرسم بفهمیدی؟ به حساب کی؟ حساب پیار تو پیار ما تو چورت نزن تو از کینه؟ ماما تو زندیه نه بابا هیچ کاری کرده نمیتونه الان مستی بموری. او از کینه ماما. چی او اسکینه؟ ماما. اندونه؟ مسیری که به تاش کم میره. از من اسکینه بعد کار کرده ای ماما اما من یک نصیحتی شما رو میکنم. خب ما شما که مثلا یک دمی به شما میمون میایه انا بزو مثلا یا خورزاده شما نه یا مردم بیگونه مثلا بزو چای بیاریم مثلا بزو اندونه بشکنیم مثلا رو چاش نون بدیم که میره و تحرام میره مثلا شروع میکنه به نفری کرده. مثلا حال انگار کنیم من میمون شمانم شما این دونه من بشکنیم شاید شما نفری نکنم. درسته؟ یعنی گپ تو خلاص شد ماما گپ کی؟ گپ تو خلاص شد ها دیگه یعنی ایده تو اول از اینجا به شکایت میدی یا به این دونه خورده میدی پیاله چای گوشی نه او مسئله از این نیه. من گفتم اگه مثلا اگه من مثلا مشکسین که قاشی میخوردم مثلا ماما این دونه ارزش نداره ماما من یعنی مشکنی؟ یعنی این دونه را ما به تو مشکنم خیلی بینیم چطور ماما؟ چه خوی هم دارم ماما این دونه هم برای تو میدم من خاطری گفتم که مردم نفری نکنن خونچک کن. باش کنیم ماما. اگه تو ماما ماما اصلا شما بسر. نکن این تنمایه ماما اصلا شما تال گو و سویج بکردیم ماما چرا ماما کم کم باش کنیم. آنه ماما بخورم تو ماما جاگوشی ها رو میبودی این کار اینا به سر تو نمیکردم تو فقط دعوا شکم خود داری هر جا که میره دعوا شکم خود داری ماما قاش کنم دگم ماما چرا بوی پیاز میده؟ چی بوی پیاز میده؟ چرا خوش شما مثل که پیاز داشته ماما؟ بوی گاز ماما جو کپسیلا رو این اینجی دگم قاش کنم ماما ما یاد دارم برای ما نکش ما اینا رو یاد داره ماما که ما برای میمون خود چی بدن یا خوارزاده مونه یا غیر خوارزاده مونه میگم ماما جو دارو شما خود ماما خوش ببخش ایتان کار اونا حق داشتن که کار در حق تو کرده یعنی میتونی بی عقل سادی دیگه ما ماما تو اینجا شیشته و تو اندونه قاش کردم پیش دیگه داشتم تو لوشار میخری و تعریف میندازی ماما بخواه دانه من ندیدم ماما ندیدم پوست خود پاک ایتا کارو نکن بعد کلون شدی لوشار این بری بر نمده که به گوه مندازم من فقط میگیم اصلا سینگاپور گوه
های ماما تو که مار یک دقیقه مار بیغم نمیگذاری. هر روز به ما میگه یک فرض المثال میگی. خوش کنم ماما جون دگاه. اینا میمونم من نانه خود. امور نانی خوب. خداحافظ ماما. خوش آمدی ماما. سلام بگی مادر خود. مادر خوب. خوبه. تو سکوته. این دونه قاش کدوم پیش ازی خود گلی نیه. میخوره لوشا به تعروی میذاره. وای